درود به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز جمعه است 30 اکتبر است و من عبدالله اشرف در 15 دقیقه بعدی خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. حالا توجه کنید به سرخط موضوعات. امام علی رحمان به حیث رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و به مردم کشور چنین وعده داد: تا نفسی واپسین به شما صادقانه خدمت بکنم. در امریکا انتخابات پرزیدنتی نزدیک می شود و بعضی از اداره و مؤسسه ها از ترس تلاطم های احتمالی در روز رایدهی چاره های امنیتی می اندیشند. کرونا ویروس نو یک خبرنگار شناخته تاجیک را برد. محمود جان دادابویف فقط 51 سال داشت و مرگ او همکاران و جامعه خبرنگاری تاجیکستان را سخت اندوهگین کرد. دیمون سال باششمون رو نفسمون نفس کشی مشکل شد. دکتر که اگر تلفن گازنم مافته که بشه کوکو. امروز در شهر دوشنبه امام علی رحمان سوگند پرزیدنتی یاد کرد و به دوره پنجم ریاست خود آغاز بخشید. مراسم ادای سوگند در کاخ سامان صورت گرفت و پرزیدنت به مردم وعده های داد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. چند لحظه قبل در اینجا ارتش تاجیکستان بر رئیس جمهور امام علی رحمان سوگند صداقت یاد کرد. مراسم سوگند یادکنی امام علی رحمان که طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات روز 11 اکتبر غلبه کرده است، نخست از قصر ملت شروع شد. در اینجا به امام علی رحمان بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات شهادت نامه پرزیدنت تاجیکستان را سپرد و بعدا رئیس دادگاه کنستیتوسیونی به امام علی رحمان رمز پرزیدنت را تقدیم نمود. بعد از آن امام علی رحمان از قصر ملت به کاخ سامان رفت و در حضور وکیلان هر دو پالات پارلمانی تاجیکستان سوگند یاد کرد و به دور پنجم ریاست جمهوری خود آغاز بخشید. من همه شما خلق عزیزم و خرد و بزرگ تاجیکستان را صدقاً دوست می‌دارم و تا نفسی واپسین به شما صادقانه خدمت بکنم. در مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری تاجیکستان بجز از وکیلان هر دو پالات پارلمان، اینچنین اعضای حکومت و نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم دوشنبه نیز اشتراک داشتند. امام علی رحمان بعد از انجام سوگند یادکنی در برآمد خود برای 7 سال آینده وعده‌های داد. از جمله او گفت در 7 سال آینده تاجیکستان باید به استقلالیت کامل انرژتیکی دست یافته، کشور از بنبست کمونیکاسیونی رها شود و به یک کشور ترانزیتی تبدیل یابد. اینچنین امام علی رحمان گفت تلاش میکند در 7 سال آینده سطح کمبیزاتی را در کشور کاهش داده، حجم مجموع محصولات داخلی را بیشتر کند. بعد از انجام سوگند یادکنی در کاخ سامان، امام علی رحمان اینجا به نزد مجسمه اسماعیل سامانی آمد و نزدیک 8000 سرباز و کارمندان نهادهای قدرتی در اینجا گذشت نظامی برگزار کردند. رئیس جمهور امام علی رحمان از سال 1992 تاجیکستان را رهبری می کند. ناظران غربی گفتند که تاکنون هیچ یک از انتخابات های کشور مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند. امام علی رحمان را مخالفانش سالهای اخیر برای سرکوب دیگر اندیشان، راندن رقیبان سیاسی از صحنه سیاسی انتقاد می کنند. امروزها کارگران در امریکا پیش مغازه، اداره و مؤسسه ها را با تخته ها محکم می کنند که مبادا خرابکاران در صورت تظاهرات و یا بی سر و سامانی به آنها آسیب نرسانند. چنین چاره‌جویی برای روز انتخابات پرزیدنتی در امریکا است که روز 3 نوامبر برگزار می شود. عین زمان در ایالات متحده امریکا آوازدهی بر وقت ادامه دارد. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرثی عطا. امروزها کارگران در امریکا پیش مغازه و اداره و مؤسسه ها را با تخته ها محکم می کنند که مبادا خرابکاران در صورت تظاهرات و یا بی سر و سامانی به آنها آسیب نرسانند. چنین چاره‌جویی برای روز انتخابات پرزیدنتی در امریکا است که 3 نوامبر برگزار می شود. عین زمان در ایالات متحده آوازدهی بر وقت ادامه دارد. صاحبان مؤسسه های تجارتی و بناهای معموری در امریکا توکل نمی کنند و چاره های احتیاطی می اندیشند. در محله های مرکزی در پایتخت امریکا کارگران در پیش بناها به اصطلاح سپر می کشند. به این اصول در محله های نزد ساحلی امریکا مردم خانه های خود را از طوفان محافظت می کنند. در اینجا به تلاطم های احتمالی در روز سه‌شنبه روز انتخابات پرزیدنتی امریکا آماده می شوند.
روزی که مردم با رأی خویش رهبر آینده کشورشان را انتخاب میکنند. صاحب ملکان و مقامات خرابکاری ها را صرف نظر نمی کنند. در گذشته راهپیمایی ها زیر شعار جان سیاه‌پوستان مهم است با خرابکاری ها همراه بودند. هلاکت سیاه‌پوستان به دست پلیس مسئله است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیبش جو بایدن از حزب دموکرات نادیده گرفته نمی توانند. آنها وعده دادند که به این مسئله رسیدگی میکنند. تاکنون 75 میلیون نفر از مردم امریکا رأی خود را دادند، چی از طریق پاچته و یا چی با استفاده از حق رأی دهی بر وقتی. تعداد مردم رأی داده در عهد کرونا ویروس بیشتر از حساب عمومی مردم است که در انتخابات سال 2016 هم شرکت کردند. در آن سال فقط 53% به نزد قوطی های رأی آمدند. در ادامه موضوع انتخابات، در تاجیکستان هم به معرکه انتخابات پرزیدنتی در امریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله و نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان درباره انتخابات امریکا پرسید و این گزارش روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند. امریکا در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات امریکا به شیوه برگزاری آن ربط دارد. چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایواز شدن قدرت، نوبسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن به روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب امریکا عادلانه صورت میگیرد. از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع‌های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی کوشش میکنند که روند انعکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برآورند. با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در امریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در امریکا می تواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد. امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به امریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سر قدرت بیایند اونها این سیاست مهاجرت را می توانند که بازبینی کنند و به حیات من و شما هم این چیز می تواند تاثیر کند، چون ما می توانیم که نسبتاً آزادانه تر ویزا گیریم و به امریکا سفر کنیم. تحلیلگران تاجیک میگویند امریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است. بیماری همه‌گیری کووید 19 در تاجیکستان باعث مرگ یک خبرنگار شناخته تاجیک شد. محمود جان دادابایف، بنیادگذار یکی از نخستین شبکه‌های تلویزیونی مستقل در تاجیکستان، در شهر خوجند در سن 51 سالگی از این بیماری درگذشت. همکارم فرزان محمدی در مراسم خاکسپاری خبرنگار شرکت داشت و هم از دوستانش درباره او پرسید. روز 3 اکتبر جسد روزنامه‌نگار شناخته محمود جان دادابایف را با چاره‌های بهداشتی مستقیما از بیمارستان به آرامگاه مرادبخش شهر خوجند آوردند و به خاک سپاریدند. وی شام 29 اکتبر در 51 سالگی درگذشت. سبب رسمی مرگ او هنوز اعلام نشده است، ولی چند از دوستان در شبکه‌های اجتماعی علت فوت او را به بیماری همه‌گیر ربط دادند. نفسش مشکل‌تر شد. خطور که اگر تلفن گاز دادم وقتی که بشه کوفه میشه. محمود جان دادابایف ماه نوامبر سال 1968 در شهر خوجند تولد شده است. به قول همکاران و شاگردانش او در ساحه روزنامه‌نگاری مستقل شمال کشور تشکیلاتچی بی‌مثل بود و زمان راهبری تلویزیون‌های محلی را برداشت داشت که هنوز پایگاه‌های خبری بازه مادی و تکنیکی نداشتند. ولی با مهارت تشکیلاتچی و منیجری او تلویزیون‌های محلی رشد کردند و ده‌ها ژورنالیستان ساحه تلویزیون و مطبوعات الکترونی سرجم شدند. در رشد روزنامه سوخت بسیار خدمتی بزرگ کردند. اولین یک از روزنامه‌هایی که بسیار آشکارگو بود و پیوسته یک منیجر خوبم بودند، ترینری برنامه‌های آموزشی بودند.
محمود جان دادابایف سالهای اخیر همچون مدیر کل شرکت تلویزیونی جهان‌آرا و نماینده انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در ولایت سوخت کار کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در تاجیکستان نرخ انگشت بالا رفته است. هرچند وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد. حالا ارزش 1 کیلوگرم انگشت 80 درم است و انگشتی که از قرقیزستان میآید 2 سومانی نرخ دارد. این در حالی است که به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها و مهاجرت کاری درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را همکارم امردین اولیموف تقدیم می‌کند. سلیمه از آغاز بهار سرگین گاو جمع می‌کند و تپی می‌سازد تا به جای انگشت در زمستان استفاده برد. او هر جای هضم دید جمع می‌آورد و در هضم خانه می‌ماند. خانواده بزرگ آنها را مردان خانواده با مردیکاری تأمین می‌کنند. خانه تنها با تپی گرم نمی‌شود. از این رو عائله مجبور است که انگشت خرد. نرخ انگشت باشد دائم بالا می‌رود. نه همین گاوی خودمان می‌شود. تپک می‌کنیم. هم دو گاو دارم، یک گوسالچه دارم. می‌هضم ایمون درختای خودمان می‌بریم. قاق می‌کنیم می‌گیریم برای علاوه. های کمر وقتش دمی تویستون که ارزان‌تر از ورمان می‌رسم یا لینچه نیم لینچه می‌آوریم علاوه می‌کنیم. رسلان پیرومشویف از پیش برای زمستان انگشت ذخیره کرده است. میگوید قیمت آن در تابستان و یا آغاز تیر ماه ارزان‌تر است. اما ذخیره او برای فصل سرما میرسد و یا نه وقت نشان خواهد داد. زمستان پیشتره اگر بیاید همه کمی رسونه، اگر با سخت‌تر بیاید خیلی مجبوریم با قشلاق مونده است میریم با انگشت سنگ میخریم. نرخ انگشت در تاجیکستان هر سال منتظم بالا میرود، اما وابسته به موسم هم عوض می شود. سیاست نرخگذاری از شرکت‌های استخراج کننده وابسته است، اما گرانشوی موسمی نرخ انگشت از آنهای وابسته است که به استخراج، انتقال و فروش انگشت مشغولند. به گفته بارکشان‌ها در فصل زمستان خراجات آنها برای بارکشانی از جمله خرید مواد سوخت بیشتر می شود. اسکان انگشت تا به دست خریدار رسیدن آن نرخش از 1 تا 1.5 برابر می افزاید. هر قدر مسافه اسکان انگشت دور باشد همان اندازه نرخش هم گران می شود. خیلی نرخش می شود تا راه کیلو تا اینجا اومدن مثال 1 تن کمر هست در بالا مثال 400 سومن در خودش درم کن تا راه کیلوش 170 سومن دیگه برای ماشین آوردن میگیره. خیلی جدا ما میفروشیم 650 670. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو چنین رنگ گرفتن حال را به زیاد شدن خراجات شرکت‌های استخراج کننده انگشت ربط می‌دهد. بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا صحبتی بعدی می توانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان در 2 روز آینده استراحت با فراغت می خواهیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.